سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سید علی ابراهیمی هستم و این دفعه اومدم که بهتون آموزش بدم چطوری رم کامپیوتر خودمون رو به صورت رایگان و بدون هیچ هزینه‌ای ارتقا بدیم. برای این کار شما کافیه که اول از همه روی مای کامپیوترتون راست کلیک کنید و این گزینه آخر رو بزنید و اینجا برید داخل این سیستم پروتکشن. بعد اینجا میزنید روی ادوانس و اینجا هم از داخل بخش پرفورمنس روی این ستینگ میزنید. اینجا هم میزنید باز روی ادوانس و اینجا از داخل ویرتوال یا ویژوال مموری میگیرید روی چنج میزنید. اینجا کافیه که واسه شما فکر کنم این تیک اینجا فعاله، این تیک رو غیر فعالش بکنید و درایو دی رو انتخاب بکنید اینجا و اینجا هم تیک این کاستوم سایز رو بزنید و اینجا هر چی که حافظتون هست، یعنی رمتون هر چی که الان هست رو بگیرید اینجا به صورت مگابایت وارد بکنید. مثلا یعنی الان من رم کامپیوترم 16، عدد 16 رو ضرب در 1024 میکنم، جوابش میشه این رو تو هر دو جا وارد میکنم، میزنم ریست و اوکی. یا مثلا رمتون 8 رو ضرب درش نمیدونم 10024 میکنید، اینجا وارد میکنید. حالا من این عددا رو براتون داخل کپشن باز میذارم. یا مثلا رمتون 2 عدد چه میدونم 2048 رو باید بگیرید فکر کنم، اگه اشتباه نکرده باشم اینجا وارد بکنید. هر چی که رمتون هست ضرب در 1024 رو بکنید و اینجا وارد بکنید. این چیکار میکنه؟ این اگه یادتون باشه قبلا یک کلیپ گذاشته بودم که چطوری از حافظه گوشیمون به عنوان رم استفاده بکنیم، یعنی حافظه گوشیمون رو اختصاص بده به کارهای رم. این مدل ویندوزشه، شما میتونید با این روش از حافظه هاردتون برای استفاده در کارهای رم استفاده بکنید ازش و تقریبا نمیشه گفت معجزه نمیکنه ولی خیلی تاثیر داره. قطعا تاثیر داره، تاثیرش بیشتر داخل بازی ها و چند تا نرم افزار وقتی همزمان باز میکنید احساس میکنید. و اگه سیستم ضعیف یا سیستم زغالی دارین پیشنهاد میکنم که حتما این کار رو انجام بدین، یا اگرم حافظه خیلی زیادی دارین میتونید اینجا بزنید. اگرم SSD دارین که دیگه چه بهتره، SSD خیلی بهتره. و خلاصه که این تست بکنید و نظرتون رو در مورد این و عملکردش داخل کامنت ها برام بذارید. خلاصه خیلی ممنونم که این کلیپ رو نگاه کردین، امیدوارم این کلیپ براتون مفید بوده باشه. اگه از این کلیپ خوشتون اومد ممنون میشم که لایکش بکنید و برای دوستاتون هم بفرستید چون شاید اونها هم نیازشون بشه. و برای حمایت از من ممنون میشم که کانال منو هم سابسکرایب کنین. خیلی ممنون.